خب یعنی فکر میکنین که جواد عزتی شما رو معرفی کرده؟ فکر میکنم که تقریبا مطمئنم، چون که یعنی پرسیدی و نگفته؟ نگفته واقعا. فکر میکنم باعث و بانیش جواد عزتی شد، چون خب جواد قبلا با مهدویان خب کار کرده بود. جواد چون یه اخلاقی داره که هیچ وقت نمیگه. سالیان ساله که من جواد رو میشناسم، اولین کار من با جواد عزتی بوده. کاری هم که بخواد بکنه حتی برای نزدیکترین رفیقش هم باز هم نمیگه. یعنی یک توداری خیلی خاصی داره که اصلا عجیبه. ببین جواد همیشه حتی نمیگه نه و نمیگه آره، چون به خاطر که خدای نکرده دروغ نگه، چون خیلی به این مسئله حساسه، میگه نمیدونم. جواد عزتی کلا آدم عجیبیه تو این مسائل. یعنی من تا به حال نشنیدم از خود جواد یا از